بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول صاحب المتن رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. شيخ الإسلام مثلا شو نگاه کنیتون که جای لغت برود باید که کم و کم دیوش نویسید. الاصل الثاني میفرما اصل دوم، ما اصل یکم تمام کرد. درباره چی بود؟ درباره اخلاص و ضد اخلاص. مهم ما باید که هنگامی که اخلاص انجام میدهیم پروا نداریم که این در چشم مردم چی که میتابد. مهم ما در اخلاص آباد باشیم. فهمیدید؟ ما در اخلاص نباید که کمبودی صادر کنیم، مانند اون کسانی که گویا اخلاص میکنن واقعا و اینها چیکار کرده ایستادن؟ شرک کرده ایستادن. به سبب چی؟ به سبب پیش در پیش انداختن شیطان برایشان، صورتی اخلاص برایشان چیکار کرده است؟ شرک کرده است. یعنی صورتی اخلاصی واقعه را برایشان چیکار کرد؟ شرک کردنشان داد و صورتی شرک واقعه را در چشمشان چیکار کرد؟ اخلاص کردنشان داد. نعوذ بالله، این مصیبت است. برایمون وقتی که شرح ممتع میخواند زاد المستقنع شرح شیخ صالح شیخ عثیمین شرح میدیم، در تحت همون دعایی که فتنة المحیا والممات خیلی خوشروگه میزنه شیخ عثیمین. فتنة المحیا یعنی من پناه میبرم به الله از فتنه دنیا و من فتنه دنیا و از فتنه قبر، فتنه یا که فتنه حیات، فتنه چه؟ مرگ. فتنه دنیا از آن عبارت است که انسان به فتنه پیچیده شده است، که برای مثال سنت در چشم او بدعت میتابد، بدعت سنت میتابد. اختصار کنیم بینیم قبل شیخ. برای همون امروز مردم اکثر ما بالخصوص مردم آسیای ما نه همشون به همین فتنه گرفتار هستند. سنت به جای نشانشون میدهد این بدعت کرد، گفته شما را اتهام میکنم. اگر بدعت کنید چه؟ انت معنا، تو همراه ما هستی. برای خاطر من از همه پسترین طالب علم، از همه یعنی که پسترین بیقدرترین دانشجوی که چه عالم کنه داریم، طالب علمی پست یا که ملای پست آنه هستی که خصلت چی دارد؟ امعگی دارد. خصلت چی دارد؟ یعنی که یا که ممیعی دارد. بیم میشن ممیع آن کسی را میگود که هر جا که شمال وزد به همون سمت رفتن میگیرد، هنر ندارد که به مقابلی همون شمال چی ایستد؟ استادگیری کند. این ممیع میگوید. همراه حزبی ها میگود که یعنی این امعه میگوید، امعه انا معکه میگوید. همه حزبی را بیند که کم در حزبی با قوت شدیستن در تاجیکستان میگود که انا معکه، ما چقدر شما را طرفداری کرده شده میگود. بعد بیند که از طرف ارگان ویره یعنی که چیکار کنن یعنی روبارو سر شوند ویره کفتکار سر شوند ویره یعنی اتهام کردن گیرن، بعد چیکار میکنن؟
من گفته بودم شما این کارا دست نزنید، این دولت که بازیگران نمیشن. ما همراه دولت دارم میگیم ما همراه شما میگیم. این معه میگن، یعنی کدام طایفه که غالب باید میگه که این انا معک، من قطعی تو هستم، من همراه تو هستم. قطعی گفتم غیر ترکیش. فهمیده؟ برای من این ممیعه از همه. شیخ جامع الله رحمتش کنه میفرماید که الممیع ضعیف الایمان. فهمیدید؟ شیخ جامع چی میفرماید؟ عبدالرحمن جامع ما نیست. شیخ جامع چی میفرماید که ممیع ضعیف الایمان است. هر جا که ممیع دیدید احتیاط کنه از وکی وای ایمان از ضعیف است که دانی میره شما رو پرتافته میگریزن. فهمید؟ امروز ایشونا غالب ها میگه من طرفداری جانبداری ایشونا هستم، حکومت غلبه به من طرفداری حکومتم. کدوم میدانی که غلبه کنه همون میدان. خب آزادی باشه خب چی؟ ها؟ یک دیگه چی بود؟ یک تا آزادی بود، یک تا چی بود؟ شهیدان. فهمیده؟ اعوذ بالله. بنابراین یعنی که باید که مقصد چیست؟ مقصد یعنی که باید اخلاصی واقعی رو ما باید دونیم. فهمیده؟ چه خیلی که واجب است ما دونیم. چرا؟ شرکی واقعی از چی عبارت است. فهمیده؟ اکنون مادامی که اصل یکم برای من شما فهمه باشد ما انتقال میکنیم میگذاریم به اصل دوم. شیخ الله رحمتش کنه شیخ الاسلام میفرماید الاصل الثانی واقعا والله اگر مردم این معلم ها یعنی که این خردمندهای من شما دانشمندان من شما اینا دولت رو دوست دارن، این بعید یعنی که خاطر ما جمع شد دیگه، یعنی که از این ملاها اگر همین کتابای شیخ الاسلام رو فهمن خوانن واقعا اینا یعنی که خوانده ترجمه شه از روی حقانیت فهمن بم میدونن که سبب پایداری دولت که دشمن از بیرون داخل دولت تاجیکستان یعنی ندار آمدنش ان همین کتاب رو خوندن. کسی همین کتاب ها رو خوانه دیگر واقعا چنان اعتقادی او به قوت میشود که هم دینش حمایت کرده میتوند، هم ملتش، هم دولت و هم یعنی که کشور و وطنش. فهمیدید؟ اما این ملاها ما که وطن فروشن پروا ندارد که این دولت در اون دولتی که به اون دولت آمیخته میشه، پروا که ندارن و میدونن که از بس که از سبب فهمیدن کتابای شیخ الاسلام و یا از منصبشون پریده میروند، زیرا که بسیارش منبر پیغمبر آخر به میراثی گرفته برادر، به میراثی، به مریدی، به آشناگی، به یاربازی گرفته آخر. اکثرشون یعنی که جاهل با بیشتر یعنی جهل مرکب دارن. نعوذ بالله. فهمیده برادران؟ برای خاطر این چیکار میکنن؟ و یا گویا که نماینده های دین دایم کارشون چی؟ کتابای شیخ الاسلام رو تنقید کردن و کتابای خوبی نمیبرن، باید از سری مصیبت میبرن. ما باید که از مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه یک سانتی متر نبرایم، ما باید به همین مذهب زندگی کنیم، به همین مذهب مریم. بعد نمیگم که آخه ما به همین مذهب جهاد کنیم، به همین مذهب خوشی باشه دولت‌ها رو چیکار کنیم، راهبرا رو کافر گویم. بعد نمیگم بعد یعنی که خطی طالبان به همین مذهب شویم، خطی طاهر یولداش احمقی ازبکستانی و خطی یک جای شویم، بعد جماعی انصار الله خطی یک جای شویم. بعد نمیگم که آخه اینا رو مذهب ابو حنیفه رو گرفته شدن. گفت این مسئله رو نمیفهمن. فهمیدید؟ مردم فقط به همین مذهب فریب کرده گشتن، اما نمیگم که آخه این مذهب خوانیم که چقدرتر خوانیم که مذهب ابو حنیفه درباره دولتداری چی میگوید؟ جهاد علیه راهبرها رو واجب میگوید، بهتر میگوید. واجب که نگوید یعنی که اولا هست، بهتر است که به مقابل این دولت یعنی راهبرها اگر ظلم پیغمبر علیه السلام چی میگوید؟ خب این مذهب ما چی میگوید؟ پیغمبر علیه السلام چی میفرماید؟ پیغمبر علیه السلام میگوید که اگر راهبر مسلمان باشه تو را لا تبلیغ کند، حق خودش میگیره 100% میتی. یعنی مثلا وقتی که تو حقت طلب میکنی نتیاد، پیغمبر علیه السلام ما شما رو نصیحت میکنه که صبر میکنیم، مقابله نشون نمیدیم. این گردی حمایه کردن در گزیت و در ژورنال ها در رادیو ها علیه دولت یا که دولت های خارج گریخته رفتن بزدل ها وارین چیکار کردن دولت تنقید کردن، این مردی نیست، این در شریعت نیست. فهمیده؟ زیرا اینکه من و شما برادران علیه السلام
در جور و ستم راهبریت دولت ما صبر کردن ما این هزارها خوبتر است از چی؟ از یعنی که ضد دولت بر اومدن و با دولت وایرون کردن و با یک راهبری نو دیگه میبود و با یک کار دیگه، یعنی فسادی که از این روی میدهد با اکبر میشود. امروز بگذار که فسادی هست در تاجیکستان، امروز به ترتیبی به معنی هست، لیکن این فسادی ما باید که در تلاش و کوشش باشیم که کم شود، نه اینکه ما او را چیکار کنیم به سبب یک کاری بی معنی ما افزایش دهیم. بارک الله فیکم. فهمتون؟ این نه که ملاها نمیدونن، ملاها ما تمام حیاتش دفترچه‌اش میبینه خونی که روان سه بیگه های 40 45 و 15 و 16 همین قطعه حیات چی رو نگشته، چون که وای ملاها که اسلام پیش مرده یک کار فهمیده برای وایها امام شدن یک کاره، یک جو کار می‌بینی میگه من امام هستم، امام مچیش نه کاره، خدمت اسلام کردن این کاره، این وظیفه بندگی تا این باید تو این کار کنی. در برابری باید که تو دیگه وظیفه دیگه کارهای خدمات زندگی را داشته در کار هست. افتخار میکنه من کار میکنم، با دون نزند که پول نمیگه، خب پول صدقات میتونم میخریگه، یعنی برای من اعوذ بالله. مهم الاصل الثاني میفرماید شیخ الاسلام، الاصل الثاني اصل دوم امر الله بالاجتماع في الدين. واقعا همین دویم اصل اگر فکر کنید در دولت ما در کشور ما در کار است. اصل دوم الله در دین جمع شدن را امر فرمود. الله در دین جمع شدن را امر فرمود و پراکندگی در آن، یعنی و پراکندگی که در این دین میکنن این چیکار کرد الله سبحانه و تعالی منع کرده است. اکنون مراد از پراکندگی گفته چی را میگویند؟ مراد از پراکندگی که الله معنیش کرد گروه، حزب و جماعه هاست. فهمیدید؟ گروه تشکیل کردن، حزب تشکیل کردن و جماعه ها تشکیل کردن، همینا را الله منع کرده است. باز در برابری آن، یعنی همینا را الله منع کرده است. در برابری منع کردن الله میبینید که مردم از جهالت، از بیسوادی، از بی‌معنیگی در دین جماعه ها و گروه ها و نیز حزب ها تشکیل میکنند، مانند حزب نهضت و حزب تحریر و جماعه تبلیغ و غیر از دیگر جماعه های و حزب های منحرف میگن اینا را. همین اینها، همین این حزب، همین یعنی که جماعه هایی که از نام اسلام شاخه زده ایستادن، اینا را جماعه های منحرف میگن. معنی منحرف چیست؟ یعنی از جاده شریعت بیرون رفتگی. مکافر نگفته شدن این نصفانه، یعنی وایها گمراه هستند، وای جماعه های گمراه هستند. بعضی دیگر گمراهی او اشدی تر است، خصوصا راهبراش. فهمیدید؟ بنابراین فبین الله هذا، این در کجا آمده دیگه؟ ممکن بعضی آدم در حیرت این در کجا گفت دیگه الله تعالی؟ تو بی سوادی آخر. فبین الله هذا بیانا شافیا تفهمه العوام میفرماید. این الله سبحانه و تعالی یعنی همینه چی اجازه بدون و چی اجازه نبودنشه الله سبحانه و تعالی چنان بیانی نهایی کرده، نهایی به زبان روسی بیان کنکریت میگیم، فهمید؟ چنان بیانی روشنی نهایی کرده است که آن را عوام ها میفهمند. خاک در سر شما ملاها، این عوام میفهمد گفته شدن، تو نفهمید سودی با ما این عوام ها چی میفهمد؟ ما چخیل امروز یعنی که یک قدی کوچنده، یک صحرایی بیم، یک کلخوسچی بیم، یا که گویم یک دهقان ما شما رو طعنه میزنن، این سلفی میگود، این میگود، این میگود، چخیل امروز ما خفه میشویم، یعنی که غمگین میشویم که باید این عوام میفهمید این شریعت. سبب عوام های امروزی تاجیکستان ما نفهمیدنشون از بس که چیست؟ از بحری نفهمیدن ملا ها ماخی. و ملا نفهمد اون نمازخونی بیچاره اگوجا میفهمد. فهمیده؟ نه. فبین هذا بیان شافیا، شفا بخش می بود. تفهمه العوام، عوام چیه؟ عوام کسر ممکن وظیفه دولتی ندارد، عوام کسر ممکن وظیفه دینی ندارد، عوام کسر میگن که یک کسی عادی فقط همین چخل کتمه رو برداشتن دهخونه کردن، الف بیگانه الف خود جدا کردن، یعنی عوام میگن. فهمیده؟ نه.
و نهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. نگاه کنید و الله سبحانه و تعالی ما را از تشبه به کسانی که قبل از ما پراکنده شدند و اختلاف کردند و در نتیجه چی شدند؟ هلاک شدند. کو از همین همتای اونها شدن الله ما را منع کرد. یعنی یهود، یعنی نصرانی ها. انا همونها چیکار کردن؟ وایها هم برایشان از جانب الله حق سبحانه و تعالی به طریق پیغمبر، به طریق یعنی که علماشون انا همین خیلی یعنی امر جمع شدن در دین آمدگی بود و من آمده بود در دین پراکنده شدن و یا چیکار کردن؟ پایمال کردن امر نهی پروردگار. الله سبحانه و تعالی در نتیجه و یا رو چیکار شو کرد؟ هلاکو، میگه که هلاک شدن و یا. فهمیدید ده؟ ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. نعم. شو قلتم؟ وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. نعم. وذكر كاركي او مسلمانان را به جمع شدن در دین امر فرمود. اما خلاص وذكر أنه أمر المسلمين يبور ما قريب فرصتهم وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع. يعني شيخ الإسلام ذكر میکند که یا الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر میکند که مسلمان ها را به چی؟ بالاجتماع فی الدین، جمع شدن در دین را یعنی که امر فرمود. نعم. و نهاهم عن التفرق و آنها را از پراکندگی در آن منع کرد. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. و روشنی آن را یعنی که روشنی قرآن گفت، در قرآن روشن نام دست میگفت، با این نوری قرآن روشنایش با چی کار میکند؟ زیاد و زیاد میکند آن سنتی که در مورد آن وارد شده است. با در برابر این آیت چی اومده است؟ با سنت اومده است. سبحان الله، آیت میخونه مانند بلبل قرائت میکند، نمیدونه چی گفته. بعد کجا میفهمد این رو داره. تمام عمر مختصر خونده آخه، چون کتاب خونده مختصر خونده. بعد میگویدش قرآن کن نمیخونه که الله چی گفته، میگه ممکن نیست این قرآن فقط باید که علامه ها خونه. تو بعد نیاز نداری علامه شدن. فهمیده؟ تمام عمر افسانه نقل میکنن، پنسه میبرد، دفنش میکنن. یگان کسی عقلا نمیفهمد که الله چی گفته درباره توحید، درباره شرک چی گفته است. ابا اینجا شیخ بیچاره، شیخ مسکین گفته ایستاده است که رحمه الله تعالی، ما به اون معنا گفته ایستادم که یعنی که سخنای اینه یعنی قدرش نمیدونست که آدم رو ببینه، که میگه که با همون روشنی قرآن سنت هم روشنی انداختگی از تعجب سخت علاوه میکنه. یعنی انسان در تعجب میاد که این در قرآن و در سنت چنین چیزها بوده ما مردم بیخبر بودیم. ثم صار الامر الى ان الافتراق في اصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الامر بالاجتماع في الدين لا يقوله الا زنديق او مجنون. انا در زمان شیخ الاسلام چی حادثه ها بود. سپس کار به آن رسید که در اصول و فروع دین پراکنده شدن همان علم و فقه است در دین. فهمیده؟ یعنی در اصول و فروع دین یک کس یک مذهب بود که یعنی بنای مسلمانی با 5 تا یک دیگه که نه 7 بود، هیچ گم نداره. این دی علمه. فهمیده؟ و شیعه ها در بنای مسلمانیشون یا که گم در اصول دین علاوه کنن گون که دشنام دادن ابوبکر و دشنام دادن عمر این واجبه، گون میگه این دینه. میگه آخ شیعه ها میخوام میگه این یک علم و عقیده و هم مسلمان هم میگه ما باید یک جایش نمیم قانون الهی را پایمال کرده شدن. آخه امروز تو با اون با شیعه ها با رافضه ها تو یک تا شده ایستاده و ابوبکر عمر لعنت میفرستند. عایشه مادر ما که زنی پیغمبر علیه السلام از همه دوست داشته ترین زنهای پیغمبر او را فاحشه میگوید، نعوذ بالله. چه خیلی تو همراه وی جهاد میکنی؟ نقل میکنن که در یک زمان یعنی این شیعه های شنیع یک این رافضه های یک عالمی مشهوری سنی ها را قپیده دست یهود مسپاره برای خاطر عذاب دادن. یهود
در پیش چشمی همون شیعه های شنی و یا همچون مجلس تشکیل کرده تماشا میکنند چه خیلی بیرحمانه پوستی همون سنی رو چیکار میکند کشیده میگن خیلی که در روز جمعه شیخ علی بید پوستش زنده به زنده کندن میگیرد بعد از که و یا هر باری که باید داد میزند هر باری که عذاب میکشه داد میزند اینها یعنی قرصک میزنند و یعنی که لذت میبرن این شیعه های شنیع بدبخت از آواز و از عذاب کشی های یهود رحم میآید چیکار میکند او مجبوره بعد چیکار میکنه او رو در یعنی که در دلش خنجر میزند که تیز جونش برود که قضا میکشه فهمیدی سودید اینا در تمام تاریخ بخبر این بدبختا این شیعه رواکو دم رواکای شیعه اینایی که راضی هستن که مادرش رو متعه کنن خواهرش زنش متعه کنن این کسا غرضهای خوب نداره این بدبختا برای من از تاریخ شیعه اینا خبردار نیستن اگر تاریخ شیعه رو فهم بغداد یعنی که این مغول ها را راه دادگی شیعه ها هستن مثل بتون یعنی تمام علمای سنی را نابود کردگی فاطمیه تشکیل کردن شیعه ها هستن امروز عراق دوباره هجومی یعنی که امریکایی بدبخت در اومدن شد این شیعه ها هستن شیعه ها کار کرده سازین برادران انا امروز مردمی که از پشت صدام داد میزد و این بود گفته ایستادن امروز گفتن که آفرین به صدام هر ظالمی که در دوری همومی تمامی نوش و نعمت فراوان بود این یک مسلمان عراقی نقل میکنه در مصر میخواند فهمیدید والله یک مسلمان عراقی نقل میکنه که والله میگود در زمان او بود میگود تمام چیز با وجود اینکه کافران میگو رو بلاکاد کرده بودن یعنی محاصرهش کردن که یگو اقتصادش برآورده نمیتونست یگو اقتصاد داخلی و نمیدارم فهمید یعنی اقتصادیات نمیدارم فهمیدید اما همه نوش و نعمت فراوان بود بله ظالم بود لیکن شیعه را چشم دیدن نداشته بود صدام نابودشو میکرد یعنی که دایم باید بتنگ میبود وقتی که امروز حاکمت امروز شیعه ها و شیعه پرستا که گرفتن میگود امروز همه چیز قیمت شده است در کوچه های عراق امریکایی گشته شدن فحش و فاحشه دخترای عراقی را تجاوز کرده گشتن یکان کس حرف زدن نمیتونه انا امروز به قدر صدام رسیدی سادیم فهمیدی سادید از کار به آن رسید شیخ الاسلام میفهم این دوری خودش شد که دوری ما که اون دور بدتر شد سپس کار به آن رسید که در اصول و فروع دین پراکنده شدن همان علم و فقه در دین است میگو این علمه میگو این معرفته مشایخ‌های احمق ایران رفتن فهمیدید در ابتدای یعنی که برهم خوردن اتحاد سوویت یعنی همون حزبی های یعنی که به عقل کذبی هاش خستن ایران تماشا رفتن و آمدن مجلس تشکیل کردن در مسجد در رایان ها و در مجلس سر کردن اکنون ما مردم با که کور باشیم احوال ایران خبردار نباشیم نه سر کردن ایران تعریف کردن ایران چی تعریف کردن میدونید ایران نه قرآن خوانش برای مثال تعریف کردن نه مسجد بسه چون که قرآن خوانی ندارن و مسجد هم ندارن مسجد حلال ندارن اومدن گفتن چی در بین مجلس در مجلسی که تمام عوام مردم دهخانه نه دهخانشون گوش کرده که این کس ایران کوی ببینیم چی والله اینو میشه حتی در کوشر میگه ایران تعریف کرد چی میگوید سبحان الله با لهجهش گم شده 15 روزه که می سیاحت رفته لهجه مشایخ گم شده است سبحان الله هنگامی که ما را به میدانی ورزش بردن استادیونش بردن دیدید حال بگو خبر پرستی و پیش مرتضی و پرتضاهاش حال رفتگی نه اون میگو هنگامی که ما را به میدان ورزش بردن دو گروه بین یک دیگر فوتبال تو بی قدمی اون خبر بردن او بردن که باید انا و یا بسیار هر یک کلمه به کلمه ترجمه میکردن بچه انا توپ قدم میزدم دو گروه میگود هر باری که توپ میگود به هدف داخل میشد الله اکبر میگفتن خلقا فهمیدی سدید این یک مسخره‌گری دیدی سدید ایران چی خبری خوش آورده برای مردم قشق مسجد برای مردم بی سوادی گمراه مسجد خودش ما این احمقا را جمع کرده گفته است که هر باری که گل میزنن با این تعبیر خود ما بگیم همه به یک ندام میگوید که الله اکبر تو میپروند بسیاری اسرائیل یکون تو پروند است یکون یعنی که دولت
کافری که مثال او بدرغش کرد که الله اکبر میگه، تو به ازدش الله اکبر میگفته، ساعتاش الله اکبر میگه، میشه یه نماز میخونه. انا فهمیده؟ انا به معنی تاجیک دیده. ولی معچاش با اون طرفش والله علم بود که بزد چی حاله. و کار با آن رسید که در دین جمع شدن را جز زندیق یا دیوانه کسی نمیگوید. دیده؟ زندیق و خمین میگوید یعنی که در درونش کفر، مانند در درونش انگیله و در بیرینش یعنی که مثال مسلمانی. چخیلی که امروز گفته اسرائیل که میگوید این محمد بن عبدالوهاب این کارگری انگیله بود. اگر واقعا و انگلیسان بوده این کتاباش بینید، کاش ما را هم خیلی انگلیسان میشدیم. این کتاب توحید و این کتاب‌های پربرکتش بینید که تمام شیخ‌های اهل سنت و جماعت واقعی، شیخ‌های احمق بیکارانه، شیخ‌های واقعی تمام سعودی دیگه کشورهای اسلامی رو بینید، یگان مجلسشان از کتاب‌های شیخ الاسلام چه خالی نیست. همین خیلی است. این کتاب‌های پرفیض و پربرکت برادرای اهل اسلام واقعا اگر بینید میگه که اگر واقعا همین انگلیسان بوده باشد، کاش الله من همین طور رنگ همین انگلیسان میگه، کاش ملاهای من رنگ همین انگلیسان میشدم. نعوذ بالله نعوذ بالله. ولی این چه تهمته. فهمیده برادرای اهل اسلام؟ الله نگهدار باشه. این بود یعنی یا دیوانش میگفتم میگه این جنده، یعنی دیوانه نشینه میگه که عدی میمونه، اما مذهب میمونه، اهم رو میمونه میگه. این بود متن، یعنی که من باید که این فهمه اصولی سه ما این متن رو خوندیم نه برای خاطر که یکس پرسه که بگم متن تمام کردی دو در مصر ها تمام کردن چی خوندی؟ اصول سته آفرین با چی خوندی؟ قواعد آفرین با چی خوندی؟ این خوند آفرین. نه، برای ما آفرین کس در کار نیست. فهمیدید؟ ما باید که آفرین در پیش الله حق سبحانه و تعالی شد. فهمیدید برادران؟ هر یک این متنی که میخونید تحت این دنیا مصیبت‌های تاجیکستان پیش چشمتون باید بدونید و دیگه کشورهای اسلامی رو برادران هست. اکنون کو ببینیم که شارح چی میفرماید الله رحمتش کند. لقد قررنا الله عز وجل الامر بالاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه بالعباده وهو من العباده. وكان الله سبحانه وتعالى واقعا الله حق سبحانه و تعالی امر به جمع شدن را در دین نگاه کنید. واقعا الله سبحانه و تعالی امر به جمع شدن را در دین و در دین پراکنده شدن را با عبادت نزدیک کرده ذکر کرد. قرنه، فهمیدید؟ قرنه نزدیک کرد. بماذا؟ بالعبادتی، به عبادت میگود نزدیک کرده ذکر کرده است. این چی معنا داره؟ و هو من العباده. اینم از چی بوده است؟ از عبادت. فهمیده برادران؟ یعنی در دین اسلام تلاش و کوشش ما برای یک دستگی، یک پارچگی، یک جمع شدن تلاش کردن ما و دائم تلاش و کوشش کنیم که در دین پراکندگی نشود، این عبادتی بزرگه برادران. فهمیده؟ این یک عبادت است که شیطان نمیتواند که صفی من و شما درآمده بین من و شما اغوا اندازد. الله سبحانه و تعالی میفرماید که این عبادت است. میفرماید ان هذه امتكم امه واحده. اینجا امت به معنای دین است. به درستی این دین شما دین یکتاست، در جمیع ملت یکتا بود. یعنی دین ما به تمام دینها یکتا است در اصل برادران. با اون که فهمیده نشد که این یهودیت و اسلام یه نصرانی همون یک دستم خیلی که این خیلی میفهمن بعضی مفتی های بی عقلی روسیه، بی سواد روسیه میگن که ما باید که مسجد بنا کنیم در زیر این شفت باید که سه گروه دیندار باید که نماز کنند، مسلمان ها در پهلوی اونها، یهود در پهلوی اونها، بعد چه نصرانی. این بی عقل رو دیدید؟ مسلمان ها رو به طرف کعبه می آوردن، رو به طرف کعبه، با اون نصرانی ها با چه یهود رو بروشون میسن با عکس کعبه نماز بخونن، با این نصرانیش کیم چیکار بخونن در بالای تا عبادت بخونن. این همه گپه. پس میگه که این امتکم امت واحده، میگه دین شما دین یکتاست. در توحید بخیرت، در توحید دین همین ما یک بود، یعنی که ویا دین رو پایمال کردن. اما در شریعت گوناگون است. شریعت محمد صلی الله علیه و آله آمده تمام قانون های ویا را چیکار کرد؟ لغو کرد، از حکم برآورد، الا چه؟ توحید ماندگی است.
ان هذه امتكم، دین شما دین یکتاست، یعنی توحید است. و انا ربکم، من پروردگار شما. یعنی مادامی که شما دین یک باشد، این دین حزب تشکیل کردن و با جماعت تشکیل کردن و با تبلیغی کردن و با دیگه کردن این حق نداره. این دین صاحب داره. این دین از اون بازار نخریدی تو. این دین صاحب دارد. الله صاحبی این دین میفرماید ان هذه امتكم امه واحده. این چی گفتی شده؟ جمع شوید گفته هم خیلی پراکنده نشوید از دنیا همین معنا برموده شده. انا دوامش ببینید. و انا ربکم، من پروردگار شما. گفته فاعبدون، من عبادت کنید. گفته خب اینجا نمازخونه گفته فاعبدون، عبادت این یک نمازخونه نیست. برادران این در دوام آیت ببینید که میگه که فاعبدون، من عبادت کنید. لیکن نگفته که نماز خونید، گرچنده که در دنیا عبادت نماز های، زکات که نگفته. این چی عبادت گفته؟ کدوم عبادت؟ همونه که پیش ذکر کردم در دین جمع شدن، یعنی امر به جمع شدن و من از پراکندگی، همین رعایه کردن این عبادت است. همین عبادتی من با جا بیاره. میگه فی الآیه الاخرى، در دیگه آیه میفرماد که و انا ربکم، من پروردگار شما هستم. میگه فتقون، میفرماد عیناً همون من پروردگار شما هستم. فقط آخرش میگه فتقون، از من تقوا بکنید. تقوا نماز خوندن تقوا، روزه داشتن تقوا هست، اطاعت پدر و مادر کردن تقوا است، از الله ترسیدن تقوا است. این تقوا یک چیز نیست. اكو کدام تقوا رو در نظر داره در این آیت؟ یعنی که در دین متحد شدن را و از پراکندگی دست کشیدن را تقوا می‌دونه. تقوا به همین معنی است در اینجا. و مفاد هاتین الآیتین ما یلی، یعنی از این دو آیت فایدهش همین است. یعنی چنان فایده برمی آید. چی می‌فرماید؟ هو ان المعبود هو الله، معلوم بشه که اون ذاتی که وی حق برو لایق عبادت است او الله است. چون که الله گفت که انا ربکم فاعبدون، مرا عبادت کنید. مرا عبادت کنید کسی نقطه نظر، یعنی کسی مرفوع گرمه علم صرف میدونن. در اینجا همون الله میفرماد که مرا عبادت کنید. در اینجا عابد کیست؟ من و شما. معبود کیست؟ الله. فهمیدید شده؟ برای ما این نقطه گپ برای هو المعبود، الله معبود بود است. فلا تجوز العبادة لغیره. وقتی که شما فهمیدید که معبود الله باشد، اکنون عبادت آیا میشود برای غیر الله دادن؟ نمیشود. زیرا که عبادت برای غیر الله دادن، غیر الله را معبود قرار دادن است. فهمیدید شده؟ نعم. وكذلك لا بد أن تكون الأمة إياكم فائدة. وكذلك لا بد أن تكون الأمة واحدة مجتمعة على هذا الهدف، وهو وحدانية المعبود، وأنه هو الله وحده لا شريك له. دویم فائده از این دو آیات گرفته می شود که برای امت یعنی یکتا شدن، یک دل شدن، جمع شدن ضرور است. باید که این امت چی شود؟ یک تا امت شود، مجتمعتا. باید که همه این در اطراف این هدف، در اطراف این یعنی که این مقصد همه چی شود؟ یک. در اطراف این یک شود. اینا چی میگن؟ نه، در اطراف باید مذهب یک شود. فهمیدید زده؟ ببینید هدف ما مذهب تشکیل کردن نیست. مراد از این هدف چیست؟ هو وحدانیت المعبود. انا همون ذاتی که اون معبود است، او را یک دانستن در عبادت. و انه هو الله وحده لا شریک له، او الله یکو یگانه است که یگان شریک و یگان همتا ندارد. بعد انشاءالله صحبت دوام میدیم. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا، و جزاكم الله خيرا كثيرا، وبارك الله فيكم.